اما همونطور که در ابتدای صحبت ها عرض کردم، قرار گذاشتیم که لازم است در ادامه این صحبت ها و طور ویژه در پرتو این بحث به اولویت ها و وظایفمون در کردستان بپردازیم. رفقا، 47 سال است که جامعه کردستان در برابر جمهوری اسلامی ایستاده است. 47 سال مقاومت، 47 سال فداکاری، 47 سال زخم و خون و تبعید. این تاریخ سرمایه است که هیچ نیروی سیاسی دیگری در ایران به اندازه ما از آن برخوردار نیست. اما همین تاریخ سنگین اگر درست با آن مواجه نشویم میتونه به زنجیری تبدیل بشه که پاهای ما را ببنده و نگذاره به سوی آینده گام برداریم. جامعه کردستان یکی از متحزبترین، سیاسیترین و آگاهترین جوامع در منطقه است. جامعه مدنی ما علیرغم همه فشارها در مقایسه با سایر نقاط ایران شکل یافته‌تر و پخته‌تر است. مردم ما نه از روی بی‌تفاوتی بلکه از روی تجربه‌های تلخ و ارزیابی هوشمندانه با مبارزه مدنی باور دارند و حالا در این لحظه که منطقه در آستانه تغییراتی است ممکن است ممکنه در سری تغییرات ساختار کلی صحنه سیاسی دیگرگون بشه. سوال اینه: آیا ما با اتکا به چنین جامعه‌ای برای تغییرات مورد نظر آماده ایم؟ من میخوام در مورد اون سه تا سناریوی محتملی صحبت کنم که قبلا توضیح دادم و بگم که به نظر من یک جریان چپ و سوسیالیست در کردستان در هر کدوم از این سناریوها چه باید بکند. البته باز هم تاکید میکنم نه به عنوان یک نسخه حاضر آماده بلکه به عنوان چارچوبی برای بحث جمعی. قبل از اینکه وارد سناریوها بشم اجازه بده روی نکاتی صراحتا تاکید کنم که فکر میکنم با توجه به بحث‌های تاکنونی و مصوبات کنگره و پلنوهایمان قاعدتاً بایستی مبنای درک مشترکمون باشد. اول، ما در یک مرحله گذار پیچیده‌ای هستیم، به این معنا که پاسخ ساده به سوالاتمون وجود نداره. نه ادامه ساده وضع موجود، نه انقلاب فوری. این یعنی هیچ نسخه از گذشته، نه نسخه پیشمرگایتی و مبارزه مسلحانه، نه نسخه انتظار تحولاتی از بالا و خارج از اراده ما و در واقع انتظار انفعالی. هیچ کدوم از اینا جوابگو نیستن. این یکی از مفروضاتمون. مفروضات دوممون، یکی از وظایف حیاتی ما جلوگیری از میلیتاریزه شدن جامعه کردستان است. این را باید سریع و بدون ابهام بگوییم. نظامیگری در شرایط فعلی حتی اگر دلایل عاطفی و تاریخی قابل فهمی هم داشته باشه میتونه بهانه‌ای بشه برای بازگشت سرکوب و برگشتن جامعه و وضعیت اضطراری دائمی و جامعه مدنی پیشرفته کردستان اولین قربانیان خواهد بود. و سوم، مدت هاست که میدان اصلی مبارزه جابجا شده است. از کوه به کارخانه، به کارگاه، به دانشگاه، به اتحادیه، به شبکه‌های مدنی. از این جابجایی باید استقبال کنیم، نه با دیده تردید به آن نگاه کنیم. راجع به دست بردن به اسلحه و حق دفاع مشروع قبلا سخن گفتیم. این بحث‌ها به قوت خود باقی هستند. بنابراین نباید بحث من در این مورد به عنوان وداع با اسلحه فهمیده شود. بحث بر سر جابجایی میدان مبارزه است. و چهارم، اگر کردستان از جنبش سراسری منزوی ماند دوباره به یک پرونده امنیتی تبدیل میشه. پیوند با جنبش سراسری، کارگران، زنان، معلمان، جوانان، بازنشستگان، اینا نه یک امتیاز بلکه یک امتیازی به این جنبش ها بلکه یک ضرورت وجودی خود جنبش ماست. حالا با این پیش‌فرض‌ها بریم سراغ این سناریوهایی که از ابتدا به اون اشاره کردم. سناریوی اول از سرگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل. رفقا، این احتمال دشوارترین سناریو برای تحلیل است، چون با احساسات تاریخی ما در هم می‌آمیزد. اما همونطور که گفتم اگرچه احتمال آن ضعیف است اما منتفی نیست. اگر جنگ از سر گرفته بشه، اولین چیزی که باید بدانیم این است که در شرایط جنگ جامعه کردستان در معرض دو فشار متضاد قرار میگیره. براش فرصت موجود نمیاد بلکه در مقابل دو تا فشار قرار میگیره. از یک سو رژیم تلاش خواهد کرد با استفاده از شعار وحدت ملی و دفاع از خاک و ناسیونالیسم
عظمت طلب ایرانی و غیره هر صدای مخالفی رو خاموش کنه و هر حرکت مستقلی رو خیانت نام ببره. این ابزار اگرچه قدیمی است منتها هنوز کار میکنه اگر ما آماده نباشیم. البته از سوی دیگه ممکنه بعضی نیروها در داخل و خارج تلاش کنند از خلأ ناشی از جنگ استفاده کنند و کردستان را به صحنه عملیات نظامی تبدیل کنند. گفتم از داخل و از خارج، یعنی هم دولت ها و نیروها و کسایی که در بیرون از این جامعه برای سرنوشت تصمیم میگیرن و هم نیروهایی که به پیروی و تبعیت از اونها دچار میشن. این دقیقا همون چیزی است که بایستی از آن بپرهیزیم و از آن جلوگیری کنیم. خب پس استراتژی ما در صورت وقوع این سناریوی جنگ چی باید باشه؟ اول ما باید صریح و بدون ابهام اعلام کنیم که مخالف جنگ هستیم. مخالف جنگ هستیم به این دلیل که اولا جنگ نه تنها به سرنگونی رژیم منجر نمیشه، بلکه برای این رژیم معین همونطور که تجربه کردیم فرصتی برای بقا به وجود میاره و بقاش تمدید میکنه. و ثانیاً اگر هم به فروپاشی دچار بشه، وقتی نیروی آماده نیست که این به اصطلاح نتیجه عمل رو جمع کنه، خب همون اتفاقی میفته که در جاهای دیگه اتفاق افتاده. و اگر بیان این جنگ رژیم رو سرنگون کنه، یعنی با نیروی نظامی مثل سناریویی که در عراق اتفاق افتاد یا در افغانستان اتفاق افتاد، خب در این صورت اونا رژیم رو سرنگون میکنن، نه برای تو، برای خودشون، برای منافع خودشون. برای باز هم اون به اصطلاح اهداف ما کلاش پس معرکه است. و به علاوه خب در این شرایطی به اصطلاح آلترناتیو مطلوب ما از طریق جنگ حاصل نمیشه و تنها برای این رژیم اینطوریه، رژیم رو هارتر و تصویر شده‌تر میکنه و سقوط نخواهد کرد. بار اصلی، اما در مقابل خب بار اصلی جنگ را طبقه کارگر، زنان و مردم عادی تحمل میکنن. این موضوع رو باید از همین لحظه و قبل از وقوع در ذهن مردم جا بندازیم. اگر این سناریو اتفاق بیفته، محافظت از ساختارهای مدنی در شرایط جنگ اولین چیزی است که ضروری است، چون در معرض آسیب‌های جدی هستند. ما باید از پیش شبکه‌هایی بسازیم که بتونن شرایط بحرانی دوام بیارن. اتحادیه‌ها، تشکل‌های محلی، شبکه‌های اطلاع رسانی، اینها باید آنقدر شدار باشند که یک بحران نتواند یک شبه نابودشان کند. یکی ممکنه بگه خب به صورت چگونه این کارا رو می‌کنیم؟ میگم که خب اگر این کارا رو نکنیم چه کاری دیگه باید بکنیم؟ از ولو خیلی کوچک، ولو حتی حرفشون بزنیم، باید همین طور صحبت کنیم. مسئله این نیست که آیا ما با این سرعت میتونیم در مقابل هم سناریوی جنگ جامعه رو سازماندهی کنیم، شبکه بسازیم، نمیدونم مشکلات دیگه جامعه رو برطرف کنیم. مسئله اینه که راه دیگه ای نیست. و بعد در شرایط جنگ با توجه به اینکه دشمن همه رسانه ها در کنترل خودش داره، ما باید کانال‌های ارتباطی مستقل داشته باشیم. در این شرایط وسایل ارتباط جمعی ما خیلی مهم هستند، هم برای اینکه به اصطلاح اطلاع رسانی بکنیم و هم برای اینکه روایت جنگ و روایت موقعیت رو به اصطلاح تنها به یک زبان از زبان تبلیغات مخالفینمون و دشمنانمون نشنویم. و نکته چهارم در صورت وقوع همچنین اتفاقی، هوشیاری در برابر دولت‌ها و نیروهای منطقه‌ای بسیار ضروری است. اینا بسیار احتمال داره بخوان از ایران، از کردستان ایران به عنوان جبهه فرعی استفاده کنند. ما باید درباره این وسوسه ها مقاوم باشیم. منافع ما با منافع این قدرت ها یکسان نیست. اینا رو گفتم که اگرچه احتمالش رو کم میبینیم، ولی بایستی با آمادگی بهش برخورد کنیم. سناریوی دوم، مصالحه کامل. رفقا این سناریو در نگاه اول شاید خوشبینانه ترین سناریو به نظر برسه، اما من میخوام بگم که این سناریو در واقع پیچیده ترین و در عین حال مهمترین سناریو برای ماست، چون در شرایط گشایش نسبی فرصتها و تهدیدها با هم رو خواهند کرد. اگر فشار بین المللی کاهش پیدا کنه و اگر رژیم ناچار بشه به سمت مذاکره و امتیاز حرکت بکنه، اگر فضای سیاسی نسبتاً باز بشه، اونگاه ما با یک لحظه تاریخی روبرو هستیم
که آن را اگر اون را از درست نشناسیم از دست میدیم. اما خطراتش چیه؟ خطر اولش مصالحه بدون ماست. احتمال داره که دولت‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ در واقع یک بسته صلح ترتیب بدن که حقوق مردم کردستان در آن جایی نداشته باشه، مثل بسیار از صلح‌های تاریخی که مردم کرد قربانی کردن. خطر دوم چیه؟ خطر دوم مصالحه از بالا و احزاب سنتی یا احزاب کردستانی بگیم. دولت ممکن است تلاش بکنه با بخشی از رهبری احزاب کردستانی مذاکره بکنه و در ازای امتیازات محدود اونها را از مبارزه اصولی باز بداره. این فروش جنبش به شکل ظریفی صورت میگیره و باعثی با این خطر هم بتونیم روبرو بشیم. خطر سوم هم توهم همه چیز حل شد. در فضای گشایش که حاصل خواهد شد، بعضی مردم ممکن است فکر کنند دیگه نیازی به سازمانیابی نیست و مقاومت نیست. این شکستن انگیزه‌های جمعی خطرناکترین اثر جانبی مصالحه است. اینو ما در 58 تجربه کردیم. وقتی آزادی حاصل شد، خیلی از شبکه‌های تشکیلاتی ما و رفقای ما و اینا که نمیبایستی علنی بشن و میبایستی خودشون رو برای دوره بعدی آماده کنن، با حساب این که خب ایران از چنگ رژیم پادشاهی رضایت پیدا کرد، کردستان آزاد شد، یه دنیا گل و بلبل شده. خب این خیلی خطرناکه. یعنی بایستی مواظب باشیم که در فضای گشایش تشکل‌ها میتونن علنی بشن، از این استفاده کنیم، رسانه های میتونن فعالیت کنن، از استفاده کنیم، تشکل های زنان میتونن سازمان بگیرن، بعد استفاده کنیم. اما همونطوری که همیشه میدانیم که همه تخم مرغامون رو نبایستی توی سبد بریزیم. حتی ممکنه احزاب سیاسی بتونن به داخل برگردن. این فرصتیه که باعث به بهترین شکل استفاده بشه. به نظر من اولین حزبی که در شرایط گشایش به مسائل واقعی زندگی مردم پاسخ میده، اون حزبیه که اعتماد مردم رو جلب میکنه. ما باید از همین حالا آماده باشیم که به محض باز شدن فضا در مسائل مانند کار، مسکن، آموزش، محیط زیست، حقوق زنان، در همه این زمینه‌ها حرف داشته باشیم و برنامه داشته باشیم. برنامه حاکمیت الگوی مناسبی است، برنامه حاکمیت شورای مردمی، اما کافی نیست. باید آماده باشیم مفاد آن را به پروژه های مشخص تبدیل کنیم. و دوم، باید سعی کنیم که اگر مذاکره‌ای در کار باشه، ما باید از پیش تعریف کرده باشیم که چی چیزهای قابل معامله نیستن. این خط قرمزها رو باید با مشارکت مردم تعیین کنیم، نه در اتاق‌های دربسته. قبلا راجع به این مسئله مذاکره صحبت کردیم. رفقا دیدگاه کامل مورد آشنا است و در همچین شرایطی پیوند با جنبش سراسری بسیار مهمه. اگر مصالحه‌ای صورت بگیره، کارگر تهرانی، معلم اصفهانی، زن مشهدی، همه مطالباتی دارن. ما باید با اینا هم پیمان باشیم. این هم پیمانی برای حفظ دستاوردهای خود جامعه کردستان هم حیاتی است. و آخر نکته‌ای که در این رابطه میخوام عرض کنم اینه که در شرایطی که به اصطلاح چنین سناریوی مطلوبی حاصل خواهد شد و به اصطلاح فضای سیاسی باز خواهد شد، نسل جدید رو باید ببینیم. نسل جدیدی که در صف ما نیست، نه به این دلیل که سیاسی نیست، بلکه چون کمتر ایدئولوژیک و بیشتر اجتماعی است. این نسل رو باید از طریق مسائل ملموس جذب کنیم، نه از طریق الزاما ادبیات سیاسی کلاسیک. در رابطه با سناریوی سوم، یعنی جنگ صلح یا جنگ سرد طولانی، هم این احتمالاً محتمل ترین سناریوست و شاید هم طاقت فرساترین شد. تصور کنید تنش‌ها کاهش پیدا میکنه اما رفع نمیشه، رژیم ضعیف میشه اما نمیفته، فضا نسبتاً باز میشه اما آزاد نیست، اقتصاد بهبود محدودی پیدا میکنه اما بحران اقتصادی باقی میمونه. این وضعیت میتونه سالها ادامه داشته باشه. در این فضا دو خطر بزرگ ما رو تهدید میکنه. خطر اول خستگی مردم خسته از سالها مبارزه در شرایط نجنگ صلح ممکن است به یک بی افقی برسند. بگذار زندگی کنیم بدون هیچ افق تغییری.
خطر دوم رادیکالیزم بدون پایگاه، در واقع ماجراجویی. از طرف دیگه ممکنه بعضی نیروها از ناامیدی به سمت اقدامات پرهزینه و ماجراجویانه برند که نه تنها به تغییر کمکی نمیکنه بلکه فضای مدنی موجود را هم نابود میکنه. استراتژی ما در مقابل وضعیت چیه؟ ما در این شرایط کاری جز آگاهی بخشی و سازماندهی در این مقاومت نداریم. در دوره طولانی جنگ سرد اون نیروی برنده است که بتونه ساختارهای اجتماعی ماندگار بسازه و تثبیت کنه. چگونه میتونیم وارد این مرحله بشیم؟ قبل از هر با حضور در زندگی روزمره. کاملا نباید فقط در لحظات بحران دیده بشه، باید در روزمره، در زندگی روزمره حضور داشته باشه. این بحث خطاب به رفقای داخل کشور. یعنی وقتی یک کارگر اخراج میشه یه حقوقی نمیتونه اجاره خونه شو بده، یک زن در برابر خشونت ایستاده، کاملا باید اونجا باشه. این حضور نه از روی حسابگری بلکه باید از روی تعهد واقعی به مردم باید باشه. در آوردن خاری از از پای هر انسانی که خاری به پاش رفته. و دوم از طریق تربیت کادر اجتماعی. در این دوره ما به فعال صنفی، به روزنامه نگار، به پژوهشگر، به فعال زنان، به فعال کارگری، به مدیر محلی نیاز داریم. این کادرها مهمتر از کادرهای سیاسی کلاسیک هستند. یک معلمی که میتونه دانش آموزانش رو به تفکر انتقادی تشویق کنه، یک روزنامه نگاری که داستانهای پنهان را روایت میکنه، یک فعال کارگری که میتونه یک اتحادیه پایدار بسازه، اینها کادرهای استراتژیک این دوره ما هستند و باید اینها را پیدا کنیم و بسازیم. و نهایتا استفاده از فضاهای نیمه باز. در شرایط نجنگ صلح معمولا فضاهایی وجود دارند که نه کاملا بستن نه کاملا باز. دانشگاه ها، مطبوعات نیمه‌مستقل، NGO ها، انجمن‌های صنفی. ما باید هنر استفاده از این فضاها رو یاد بگیریم. قبلا راجع به این موضوع که کجا و در چه شرایطی و چه مطالبه را باید مطرح کنیم صحبت کردیم. من اونطور که بارها تاکید کردم باید هنر پیشروی، عقب نشینی و دفاع را به عنوان عوامل پیروزی بشناسید و برای هیچ کدومشون ارزش در خودی قائل نشوید. در کنار همه اینا میخوام اینم اضافه کنم، به نظر من ما با توجه به اینکه در درون یک جنبش، یک مسئله ملی و جنبش ملی در کردستان در این حال فعالیت میکنیم و مسئله کرد یک مسئله منطقه‌ای، ما میتونیم در این مرحله در جای خود از اتکای به مسئله ملی در سطح منطقه‌ای هم برای تقویت خودمون در کردستان استفاده کنیم. در دوره جنگ سرد طولانی ارتباط با جنبش‌های مشابه در دیگر بخش‌های کردستان، جنبش‌های زنان، کارگران، میتونه هم از نظر اخلاقی تقویت کننده باشه و هم از نظر عملی مفید. این دوره‌ایه که با توجه به اینکه بسیار محتمله، به یک نکته من اینجا فراموش نکنم اشاره کنم که و این نکته‌ایه که اغلب در تحلیل‌های سیاسی نادیده گرفته میشه. در مبارزه طولانی انرژی اعضا و هواداران محدوده. ما باید آن رو هوشمندانه مدیریت کنیم. نه هر موجی از اعتراض، نه هر لحظه از بحران لزوما نیازمند واکنش تمام قوا نیست. باید یاد بگیریم که کی پیش برویم و کی نگه بداریم. رفقا شما از این بحث شاید تا حالا متوجه شدید که در هر سناریو بعضی از عناصر تکرار میشن. این تصادفی نیست. اینا همان چیزهایی هستند که صرف نظر از این که کدام سناریو متحقق میشود باید انجام بدیم. باید با هویت اجتماعی کاملا رو باید بازسازی کنیم. ما باید بتونیم پاسخ بدیم به این سوال که امروز اگر مردم از ما میپرسند شما برای ما چه کرده اید، تنها آنها را به تاریخ مبارزه خودمان مراجعه ندهیم. ما باید از نیروی تاریخی به نیروی اجتماعی امروز تبدیل بشیم. این تبدیل شدن یعنی پذیرفتن این که مشروعیت ما امروز دوباره باید کسب بشه، نه اینکه یک بار و برای همیشه داده شده. در واقع از خزینه گذشتمون نمیتونیم خیلی زیاد مصرف کنیم. هیچ حزبی نمیتونه از دموکراسی دفاع کنه اگر در درون خودش اونو تمرین نکنه. و بنابراین این هم یکی از اولویت‌های ما در این دوره محتمل.
این به معنای تحمل نظارت متفاوت، شفافیت در تصمیم گیری و پاسخگویی رهبری به اعضاست. نکته دیگه باز در همین ردیف اضافه کنم، قبلا هم اشاره شد، ولی نسل جدید کردستانه، جوانانی که با شبکه‌های اجتماعی، زبان جهانی، حقوق بشر و مطالبات اجتماعی مشخص بزرگ شدن، باید جایشون در این حزب باشه، نه به عنوان آینده بلکه به عنوان حال. اگه ما نتونیم این نسل رو با خودمون داشته باشیم، در هر سناریویی بازنده هستیم. به علاوه جنبش زن زندگی آزادی به ما یادآوری کرد که چیزی که ما برای مبارزه میکنیم باید از درون خود ما شروع بشه. مسئله زنان نه یک فصل در برنامه سیاسی ما، بلکه ستون فقرات هر تغییر واقعی در درون خود ماست. و نهایتا کماله نمیتونه فقط از هویت ملی و حقوق سیاسی صحبت کنه، بلکه باید از کار، دستمزد، بیکاری، مسکن، بهداشت، آموزش، همه اون چیزی که به زندگی روزمره مربوط صحبت کنه. اینها نه مسائل درجه دوم، بلکه همون چیزهایی هستن که مردم هر روز با اون زندگی میکنن. رفقا، قبل از اینکه به نتیجه گیری برسم میخوام یک نکته رو صادقانه بگم و شاید بعضیا اونو دوست نداشته باشن. ما درباره نسل جدید صحبت میکنیم، اما آیا حاضریم ظرفیتی را در خودمون وجود بیاریم و بتونیم با اصل ارتباط برقرار کنیم؟ ما از تضعیف هژمونی احزاب سنتی ناسیونالی صحبت میکنیم، اما آیا واقعا وقتی این ترم‌ها درباره خود ما صدق میکند حاضریم آن را بپذیریم؟ ما از سازمانیابی مدنی صحبت میکنیم، اما آیا حاضریم با تشکل‌هایی که خودشون تصمیم میگیرن و لزوما زیر سقف حزب ما نیستن همکاری کنیم بدون اینکه بخوایم آنها رو کنترل کنیم؟ اینها سوالای سختی هستن. اگر ما نتونیم با خودمون صادق باشیم، چطور میتونیم با مردم صادق باشیم؟ من فکر میکنم یکی از بزرگترین کارهایی که در کنگره آینده کمل باید انجام بدیم اینه که یک فضای صادقانه برای این بحثا باز کنیم. نه بحثای تشریفاتی که نتیجهشان از پیش معلوم است، بلکه بحثای واقعی که ممکن است به تصمیمهای دشوار هم منجر بشن. و نکته آخری که هر چند وقت بحث به درازا کشید، قول دادم که صحبت کنم، موقعیت ما در اقلیم کردستانه. روشن تحولاتی که در سطح منطقه و جهان در جریان مستقیما بر شرایط کار و فعالیت ما در اقلیم کردستان تأثیر خواهند گذاشت. اینو رفیق اسعدم توضیح داد. وظیفه ما این است که با چشمان باز، واقع بینانه و بدون توهم به این تحولات بنگریم و برای هر سناریویی آماده باشیم. آنچه میخواهم در این مورد با شما در میان بگذارم نه ترسیم یک چشمانداز تاریک در مورد موقعیت ما در اقلیم کردستان، بلکه ارائه یک ارزیابی از آینده است که پیش روی ماست و از آن مهمتر بیان اصولی که سیاست ما را در هر شرایطی هدایت خواهد کرد. رفقا، تحلیل اوضاع منطقه از سه سناریوی اصلی قابل تصور ناشی میشه که هر کدام پیامدهای مشخصی برای تشکیلات علنی ما در اقلیم کردستان دارد. اگر جمهوری اسلامی وارد یک مواجهه مستقیم نظامی با آمریکا و اسرائیل بار دیگر بشه، فضای سیاسی منطقه به شدت دگرگون خواهد شد. دولت اقلیم در این وضعیت تحت فشارهای متعارض از جانب بازیگران مختلف قرار خواهند گرفت و ناگزیر به سیاست‌های محافظه‌کارانه تری در قبال فعالیت سازمان‌های کردستان ایران که در اقلیم کردستان عراق هستند اتخاذ خواهد کرد. در این حالت محدودیت‌های قابل توجهی بر فضای فعالیت ما اعمال خواهد شد. سناریوی دیگه رسیدن به یک توافق جامع میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی است. در این صورت قراردادهای مانند قرارداد امنیتی ایران عراق که حکومت اقلیم مسئول اجرای اون بود احتمالاً تجدید و تقویت خواهد شد. این سناریو به معنای افزایش فشار بر تشکیلات ما از کانال دیپلماتیک رسمی است. و سناریوی سوم، نه جنگ صلح یا جنگ سرد طولانی. شاید محتمل‌ترین سناریو تداوم وضعیت تنش بدون رسیدن به یک نقطه شکست قطعی باشد. یک جنگ سرد طولانی که در آن همه بازیگران هزینه‌ها و مزایای موضع‌گیری‌های مختلف را می‌سنجند. در این حالت نیز ما با محدودیت‌های روبرو خواهیم شد، هرچند ماهیت آنها با دو سناریوی قبلی متفاوت است. رفقا، اما با همه اینا نکته اساسی این است که در هر سه این سناریوها یک نتیجه مشترک وجود داره و اونم اینه که
هیچ یک از این سناریوها به معنای گشایش و بهبود شرایط کار ما در این منطقه نخواهد بود. بنابراین باید حقیقت را صادقانه بپذیریم. ما نه تنها نباید انتظار گشایش داشته باشیم، بلکه باید آماده محدودیت های بیشتری هم باشیم. اما ما در این زمینه تجربه تازه‌وارد نیستیم، تجربه داریم. دوره اجرای قرارداد امنیتی ایران و عراق، حکومت اقلیم مسئول اجرای اون بود، برای ما یک آزمایشگاه عملی بود. ما در آن دوران هم با محدودیت روبرو شدیم، هم راه‌های انطباق با شرایط را آموختیم و هم نشان دادیم که میشه در فضای محدود حضور مؤثر داشت. این تجربه گرانبهاست و این تجربه سرمایه‌ایه که امروز به ما اطمینان میده که از ابزارها و ظرفیت‌های لازم برای عبور از دوره‌های دشوار برخورداریم. اکنون میخوام 5 اصل اساسی رو که سیاست ما را در هر حالتی در این شرایط تعیین میکنه به صراحت بیان کنم. اول، اقلیم کردستان پشت جبهه مبارزه مسلحانه ما نیست. ما کردستان عراق را به مثابه پشت جبهه مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نمیدونیم. این موضع را باید اعلام کرده ایم و هم بر اساس هم عمل میکنیم. این تمایز مبنای رابطه ما با حکومت اقلیم است و باید آن را حفظ کنیم. اصل دوم، فعالیت حیاتی ما محدودیت جغرافیایی نمیپذیره. ادامه کاری و کارکرد اساسی سازمان ما تابع هیچ محدودیت جغرافیایی نخواهد بود. اگر در یک مکان فعالیت محدود شود، راه‌های جدید و مشخصی برای ادامه کاری پیدا خواهیم کرد. انعطاف پذیری سازمانی از مهمترین ویژگی‌هایی است که باید تقویت کنیم. به موارد کنکرتش نمیخوام اشاره کنم. و اصل سوم، داوطلبانه به استقبال هیچ محدودیتی نمی‌رویم. ما نه منفعلانه در برابر فشار تسلیم میشویم و نه ماجراجویانه خود را در معرض تنش‌های غیر ضروری قرار میدیم. تلاش میکنیم با رعایت مصالح حکومت اقلیم از تمام ظرفیت‌های موجود حد اکثر استفاده را بکنیم. اصل چهارم، پیوند با مردم اصلی ترین سرمایه ماست. ما پیوندهای خود را با مردم کردستان عراق تقویت خواهیم کرد. اما از این مهمتر باید به این واقعیت توجه کنیم که هزاران کارگر کرد از کردستان ایران برای کار به اقلیم کردستان آمدند. این بخشی از مردم ما پل زنده‌ای هستند میان ما و توده‌های کارگری در کردستان ایران. تقویت پیوند با این کارگران هم وظیفه سازمانی است و هم فرصتی استثنایی که نباید به خصوص در این دوره از آن غافل شد. اصل پنجم، امنیت و معاش و زندگی رفقا اولویت ماست. هیچ هدفی مهمتر از امنیت و تأمین زندگی رفقای تشکیلاتی و کسانی که تحت پوشش کمله قرار دارند نیست. این تعهد ثابت و تغییر ناپذیر است. ما ملزومات این امنیت را فراهم خواهیم کرد و هرگز رفقای خود را در مقابل بی‌تفاوتی رها نخواهیم کرد. تاریخ جنبش ما نشون داده که در دشوارترین شرایط هم ظرفیت بقا و انطباق و رشد را داشته ایم. دورانهایی به مراتب سخت‌تر از آنچه که پیش رو داریم را پشت سر گذاشته ایم. اما این تجربه تاریخی فقط زمانی به ما قدرت میده که با آمادگی، وحدت و یک سیاست روشن وارد شرایط جدید بشیم. ابهام و انفعال بزرگترین خطرات ما هستند، نه محدودیت‌های بیرونی. اونچه از همه مهمتر است این است که رفقا بدانند ما شرایط را میشناسیم، برای آن آماده میشویم و اصولمان را حفظ میکنیم. ممنون از اینکه با حوصله گوش دادید. خسته نباشید.